السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده برادری مسلمان شما از تاجیکستان هستم و امروز میخواهم درباره وضعیت کنونی تاجیکستان برایتان بگویم که امروزها در چه حال و وضعیت قرار داریم. امروزها حکومت تاجیکستان با تمام قدرت و توان خودش در حال مبارزه با اسلام و مسلمانان است و این در حال است که زیاده از 90% مردم ما مسلمان است. هر کسی که در برابر این ظالمان اعتراض میکند و قیام میکند به اتهام همکاری با حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی بازداشت کرده می شود و سالها روانه زندان می گردد. امروزها در مکتب و دانشگاه ها و تمام مقامات دولتی و در بین مردم خبرکش های گذاشتند و آنها وظیفه دارند که هر نفری که در برابر این ظلم و استبداد و این اسلام ستیزی های این ظالمین صحبت میکند، سخن میگوید و یا حتی اگر با تلفنش از شبکه‌های اینترنتی نوارها و ویدیوهای علمای اسلامی را تماشا میکند، به مقامات کمیته دولتی امنیت ملی خبر میدهند تا او را بازداشت کنند و هر کسی که داخل این مقامات شود، یعنی بازداشت شود، در زیر سخت‌ترین و دردناکترین شکنجه ها قرار میگیرد و در داخل هیچ قانون وجود ندارد. حتی همان قانونی که دعوا میکنند در آنجا زیر پا کرده می شود و مردم را تا به حد مرگ شکنجه و عذاب میکنند و عاقبت یا چندین هزار دلار میدهد و خود را از دست این جلادان و این ظالمان نجات میدهد و یا بیگناه و تنها به خاطر داشتن عقیده اسلامی سالها روانه زندان میگردد. هر کسی که به این مقامات دعوت می شود، بازداشت می شود، فقط همین دو راه برایش نشان داده می شود: یا اینکه تمام مال و ملک خود را داده از دست این جلادان خودش را نجات می دهد و یا اینکه بیگناه سالها روانه زندان می گردد و راه دیگری نیست و در اکثر حالتها سالها زندانی می گردد. کودکان و جوانان سنشان از 18 سال پایان نمی توانند به مسجد برای گزاریدن نماز جماعت روند. امروزها خواهران و مادران ما نمی توانند که در تاجیکستان با حجاب اسلامی در مکتب و دانشگاه ها تحصیل کنند و این را همه مردم می دانند، شاهد هستند و یا وارد مقامات های دولتی شوند. بعض روزها در کوچه و خیابانها ریدها و تفتیشاتها گذرانده می شود و خواهران و مادران ما را مورد آزار و اذیت قرار می دهند و سببش همان داشتن حجاب اسلامی است. امروزها جوانان مسلمان تاجیک ریش گذاشته نمی توانند. دانشجویان تاجیک مجبور هستند که قریب همه روزه ریش خود را تراشند و در غیر این صورت از طرف دانشگاه مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرند. در دانشگاه ها، مکتب ها و تمام مقامات دولتی دیگر معلمان و دانشجویان در هنگام فرارسیدن وقت نماز در جای کار و یا دانشگاهی که در آنجا تحصیل میکنند نمی توانند نماز خوانند و اگر به طور پنهانی نماز خوانند و ناخواست بازداشت کرده شوند، مشکلات زیاد بالایشان خواهد آمد و حتی بعضی وقتها از دانشگاه خارج کرده می شوند. تقریباً 1 سال قبل تمام کتاب‌های دینی که در دکان‌های کتاب فروشی فروخته می‌شد، فروش آنها از طرف حکومت منع گردید و امروزها اگر به دکان‌های کتاب فروشی نزد مدرسه اسلامی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روید و ناگفته نماند که این یگانه مدرسه دینی است که در تاجیکستان فعالیت می‌کند و اینجا هم تحت نظارت شدید حکومت قرار دارد.
هنگامی که به دکانهای کتاب فروشی نزدی همین مدرسه روید، در آن دکانها فقط کتاب قرآن پیدا کرده میتوانید و بعضی کتابهای شاعران نیاگان فارس و تاجیک را پیدا کرده میتوانید و تمام. امروزها شما نمیتوانید که در اینجا کتابهای تفسیر، کتابهای حدیث یا اینکه فقه یا اینکه سیرت یا اینکه دیگر علوم شرعی را دریافت کنید. دانشجویانی که برای فراگیری علوم دینی به کشورهای خارج می روند از طرف مقامات بازداشت کرده می شوند و به طور مجبوری به تاجیکستان آورده می شوند. شخصانی که سن و سالشان از 40 سال پایان است نمی توانند که به حج فرضی روند و همچنین حکومت همیشه توسط رسانه‌های خبری به مردم پیشنهاد می کند که به جای رفتن به حج پول آن را به فقیران و نیازمندان دهند. این در حالی است که برای جشنواره‌ها و مراسم‌های ملی و حکومتی که سالانه از طرف آنها برگزار می‌گردد میلیون‌ها دلار خرج کرده می‌شود و هیچ وقت نمی‌گویند که در عوض این خراجات‌های بیهوده پولش را به فقیران دهیم، به نیازمندان دهیم. همه امام خطیبان در روز جمعه وظیفه دارند که از روی همان ورقه هایی که از طرف حکومت فرستاده شده است سخنرانی کنند و در اکثر حالتها از روی منبر به ثنا و ستایش پرزیدنت و حکومت تاجیکستان می پردازند و قریب هر هفته امام خطیبان مردم را از تماشای نوارها و ویدیوهای کسانی که در صحیفه های اینترنتی در برابر ظلم و اسلام ستیزی این حکومت ضدیت نشان می دهند برحذر می دارند و آنها را همیشه به شکرانه کردن به حالت فعلی تاجیکستان توصیه می کنند و به بهانه اینکه اگر با حکومت مخالفت کنند این باعث جنگ و خونریزی و ناامنی در تاجیکستان می شد، آنها را می ترسانند. هر امام خطیبی که در برابر اسلام ستیزی های حکومتداران در برابر ظلم و استبداد آنها سخن میزند به اتهام همکاری با حزب و حرکت های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت می شود و سالها زندانی می گردد و در آنجا آنها را با سختترین و دردناکترین شکنجه ها عذاب می دهند. اینها فقط یک چند نمونه از ظلم و بیدادگری های حکومت امروزی تاجیکستان در برابر مسلمانان مظلوم تاجیک بود. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به زودی فتح و پیروزی را نصیب مردم مسلمان تاجیکستان گرداند تا از زیر ظلم این ظالمان اسلام ستیز نجات بیابیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.